چه لزومی داره که قلیون هم سوپاپ داشته باشه؟ میخوام 3 تا از چیزایی که باعث شده تولید کننده ها به این فکر بیفتن که قلیون باید سوپاپ داشته باشه رو بهت بگم. نکته اول، یادت زمان قدیم ما اگه به یه کسی قلیون میدادیم، شلنگ قلیون برای اولین بار میخواست بکشه، فکر میکرد باید فوت کنه، فوت میکرد، آب میزد بالا، گند میزد، به کل سیستم قلیون میرفت. یکیش بابت اینه که از این کار جلوگیری کنه. نکته دوم، سوپاپ یک اثر هنری رو خلق میکنه. حالا توی یه سری برندها سوپاپ خیلی ساده است، توی یه سری برندها سوپاپ خیلی جذابیت داره، خیلی تنوع داره و اون زیبایی که به کار میده رو چند برابر میکنه. و نکته آخر، اگر یه تایمی از قلیون کشیدن گذشته باشه و اصطلاحاً سریع یه مقداری گلو رو بزنه، وقتی شما توی سوپاپ فوت میکنی، دود ناشی از طعم میزون نشده قبلی که توی منبع باشه رو میاد کاملا تخلیه میکنه و دود جدید رو وارد مدار میکنه. به همین دلیل شد که تولید کننده به این فکر افتادن که سوپاپ رو طراحی کنن. اینجا دود مارکت و همه قلیوناش سوپاپ داره.